سلام دوستان، امروز اومدیم یه جای عجیب و باحال و دیدنی، تاناکورای آمریکایی. مردم آمریکا رسم و رسوماتی دارن که جنسایی که استفاده نمی‌کنن، پوشاک، لوازم خونه یا هر چیز دیگه که استفاده نمی‌کنن میارن به اینجا اهدا می‌کنن، به صورت رایگان تحویلشون میدن و این قسمت میره توی قسمت پشتش قیمت گذاری میشه، جنسا رو جدا میکنن، اون چیزایی که قابل استفاده باشه رو داخل فروشگاه و خیریه‌شون برای فروش میذارن و درآمدی که از این خیریه به وجود میاد و به کسایی که نیازمند هستن و سازمان خودشون هزینه میکنن. بریم داخل ببینیم چه چیزایی داره. یه فروشگاه خیلی بزرگ هستش که هولوش 2-3 هزار متر وسعت این فروشگاه هستش. همه جنسایی که داخل این فروشگاه هست به صورت رایگان دستشون رسیده. نیا کن مثلا دست دومه، این مثلا عروسکشو نمیخواسته انداخته به اینا اهدا کرده، موشم جداه و اینا قیمت گذاری میکنن و افرادی که میان اینجا انتخاب میکنن مثلا این قیمتش چقدره، 7.99 $8 هستش. خیلی هم گرون است. جنسایی که از این فروشگاه میخرن همه موقع حساب کردن دیگه مالیاتی روش نمیاد، یعنی جایی که خرید میکنی بعد مالیات بدی بابت مالیات بر خریده دیگه. این جنسایی که دست دومه وقتی حساب میکنی مالیاتی بهش تعلق نمیگیره. بعضی وقتا جنسای خیلی خوبی توش پیدا میشه، جنسای عتیقه پیدا میشه، مثلا این چه جاشمیه قیمتش $5 و این قسمت وسایلی که مشابه هم هستش میذارن، مثلا تزیینی، مثلا دکوریه که اینم مثلا $6 هستش. ظروف هست، یه خیلی چیزاشم به درد نمیخوره ولی میارن اینجا و مردم میان میخرن. تعداد آدمایی که تو این فروشگاه هست فکر کنم الان 100 نفر بالغ بر 100 نفر این تو هستن. دوربین بالا میبرم ببینید. عروسک $12 مثلا نو داده اهدا کرده دیگه. مثلا بعضی هم استفاده نمیکنن، همون چیزو نو بهشون میدن. عروسک مثلا قیمتش هم بالاش خورده، همه قیمتاشو بالاش زده. حالا من براتون میگیرم قیمتاش هم ببینید. توپ بیسبال بود، جاگلونیه که قیمتش مثلا اینو مناسبه $3.5. قاب عکس با عکس خودشه توش قیمتش هم خورده. پوشاکش خیلی زیاده، پوشاکش حالا اون قسمتش هم میریم. اینا هم که لوازم چوبیه فکر کنم، مثلا دکوریه. $5. هرچی تو خونه شون هم اضافه باشه، مثلا جا نداشته باشن ملت میبرن میریزن اونجا به عنوان اهدایی میدن دیگه. جا نداره تو خونش، کتاباشو، دفتراشو، بشقاباشو، یه سری قابلمه، مثلا قابلمه هاشو الان میریم جلوتر ببینیم. قابلمه دیگه بعد بندازه سطح آشغال ولی میاره میذاره اینجا، چون اینجا هر چیزی رو تو آشغال هم نمیتونن بندازن. رنده 2 تا رنده رو گذاشته $4. این قسمتش دیگه قسمت آشپزخونه است. انواع بشقابا و ظروف و شیکر هم داره، چندین مدل داره، آدمای مختلف آدم دادن. اینا مایتابه و قابلمه هاشه. مثلا این قابلمه رو میخرن قیمت $8. یا این یکی اینقدر استفاده کردن دیگه. درای قابلمه رو میفروشن اینجا، درای قابلمه رو جداگانه میفروشن. این یکی مایتابه دیگه. نیا کن بعد بندازی بره دور، واسه چی میری اینجا تحویل میدی؟ من نمیدونم. این عتیقه است، یه ظرف چیزه فکر کنم عربی هم هست، قیمتش هم بالاست. چه خبره؟ سنگین هم از وزنش.
اینم چدانیه که سنگین هم از قیمتش هم $13. این مثلا قابلمه $5. حالا اینا شاید برند باشه ولی قیمتاش نباید انقدر باشه. قیمت گذارش کیه این مثلا؟ نمیدونم، پیداش کنم. اینو نگاه، $4. این پایین هم کمش درای مایتابه و قابلمه است. دراش هم جدا میفروشن، در خالیشو میارن اینجا تحویل میدن و اینا جدا جدا میفروشن. تو ایران باشه فکر نکنم کسی اصلا خرید بکنه، حالا شاید تک و توک خرید بکنن، ولی اینجا جوریه که میاد. چتر هم گوشتن برای فروش، چتر سفره آشپزخونه است. فیلتر ماشینه این. یه سری چیزای عجیب هم اینجا. دریم کچر هم پیدا میشه. دریم کچرش رو برده اینجا، انرژی هاشو بده بره. $4.5 هم گوشه فروش. خوشگل هم از دیره باشه. اینم که اسباب بازیه. لوازم الکترونیک هم داره. اینم قسمت آشپزخونه‌شه هنوز که مخلوط کن و این چیزاشه که مثلا پارچه بالاشو نداره، فقط همین پایینشو داره برای فروش. حالا شاید قسمتشو جداگانه بشه پیدا کرد. مثلا پارچش میشکنه پایینشو میارن میدن. این مثلا کامل انگار قهوه سازه. اینم قهوه سازه که پارچاش نشکسته، سالمه. قیمت هم روش کندن انگار نداره. بغلیش مثلا پارچه قهوه سازه نداشت. این چیه؟ پلوپز. چینی ها پلوپز زیاد استفاده میکنن. این برای چینی ها هست احتمالا، یا خاورمیانی‌ها هم استفاده میکنن. قیمتش $11. قدیمیه این، فکر کنم 20 سال بیشتر کار کردن اینا. همچنین این $9. بخارپزه. اینجا هم که ساندویچ سازه اینا، ساندویچ میکره. قیمت هم روش نداره، کندن. بعضی اتو رو نگاه، $11 برای عهد بوق. بخارم میزنه این، بخارم داره. ولی این همه تست شده است. تست میزنن تو برق ببینن کار میکنه، میفرستن تو فروش. چقدر لیوان. بخش کتاباش، انواع کتاب‌هایی که اهدا شده اینجا هستش. مثلا بعضی رو نوشتن 4 تا دونه ببر، این دونه $3.5. یه قابی داره که نوشته 4 تا دونه ببر، مثلا $3. 4 تا ببر، آخریش فری. قیمتش $4.5. کتابا چاپ قدیمیه دیگه، اینا جام نشدیم. $2. 6 تا لاین کتاب داره. این روبرو هم که پتوه، این پتوه استفاده شده شونه. $15 این پتو پلنگی. چه خبره؟ چقدر گرونه. این یکی چنده؟ $17. چیه اینا مگه؟ کلی هم استفاده کردن، پارو پول هم کردنش تازه. نقطه اینجا برای فروش. این یکی چنده؟ برندن. خب اینا باش برندن باشه بود کلی استفاده شده. روس کارو کشیدن میندازن، سبداشون هم پره، ملت میان رد میشن کلی خرید میکنن. پیشبند سریه ها، سری کاریه. دونه چند؟ دونه $3.5. در 12 تا پیش نوع این مثلا اومده همه شد یه رستوران زده تا من برشکست شده، همه پیشبنداشو برده.
اهدا کرده اینجا. اینا هم که سفره CD هم میفروشن. حوله استفاده شده شونه، رنگ رو رفته، بگید باید استخر استفاده کنید. قیمت $4.5. حوله ها بزرگ. اینا پوسیده است، بکشی پاره میشه. معلومه چی این آخه. $3.5. برگشتیم قسمت پتوها. $10. گیرونه. حداقل یه ماشین لباسی می‌نداختید قبلش اینجا آویزون می‌کردید بو میده. اگه اینجا تهویهش قوی نباشه اینا همش بو داره ها. $13. یه بوی نایی میگیره آدم توش میچرخه. اونجا هم که دارن خرید میکنن مشتی. همین این روبرو انبار قیمت گذاریشونه. اینجا محصولات الکترونیک و تلویزیون و مانیتور و چیزای دیگه شونه. ببینید اینجا چی داره. لپتاپ عهد بوق. معلومه باتری هم نداره، هیچی هم نداره. قیمتش هم گوشتن $20. انواع کنترل‌های داغون. این چیه معلوم نیست. وزنه است، وزنه بانوان. هدفون هندز فری. جارو برقی اون پایین بود. میز تحصیل. میز تحصیل. ماساژور پا. آب میریزن توش، این قرصا میندازن. نوار کاست. وای این نوستالژیه تو اینجا. کارم میکنه، آهنگ داره توش. چه باله. قیمتم $7. LED پرنور. گفت صندوق بدون اثر انگشت. بسته هم هستش. بگیری چیکارش کنی؟ نمیدونم. ساعتو داری؟ این عتیقه است. قیمت $30. بریم اون قسمت اون ورش. چمدونا رو میفروشن. عصا، چمدون، پرینترهای قدیمی، مایکروفر. این چیه؟ رادیوه، مودمه، موتورولا، قوی کننده امواجه. شیلنگ توالت $4. برای هموم البته استفاده میکنه. شیر هموم. هر چی دستش بیاد و میرزه به اینجا. تازه میتونی ازشون رسیدم بگیری و از مالیات سالیانت کم کنی. بگی مثلا من اینا رو اهدا کردم. چه قدیمیه این. سونی 30 سال پیشه. قیمت $8. سیم وصلم نداره. ویدیو VHS. تلویزیون و مانیتور. این مانیتورها داغونه. اینو شکسته باشی اینجا بفروشی. قیمتش هم که $22. تخفیف هم نمیدن. اگه تخفیف دادن. اینا چی باحاله. تلویزیون کار میکنه. مثلا زدن تو برق تست کردن. همچنین این یکی قیمتش هم $100. جارو برقی $20. این یکی جارو برقی هم همینطور. اینا موتوراشون سالمه ها. جارو برقی اگه بخوای بخری همچین چیزی رو از مغازه نوشو بخوای بخری $90 $80. اینا گوشتن $20. بالا گذاشتن دیگه. اونو تازه میتونی تا 3 ماه پس بدی. این خراب باشه دیگه برای خودته. چمدون
دوچرخه یکی چمدوناشون چمدون واسه چی؟ دوچرخه رو نگاه کنید، نه ترمز داره نه هیچی. $50 قیمتش گذاشتم. بعضیا میان این لوها میگردن یه سری چیزای به درد بخور پیدا میکنن، بعضی وقتا قیمت مناسب میخرن میبرن میفروشن تو فیسبوک مارکتی، اپلیکیشن های دیگه مثل دیوار که تو ایران هست میذارن و یه سودی. پرابلم اومده اینجا، اشتباهی اومده، این ضبط رو برداریم. پایونیر ضبط های پایونیر بود، از ماشینمو میدوزیدن. چقدر از ضبط من دوزیدن، ماشین شیشه رو میشکستن که یه ضبط بدوزن ازمون. اینم بخش لباساشه که بریم یه شوالی ببینیم قیمتش چقدر. $11 $10 چه خبره؟ $10 لباسای دست دومش هم گرونه، آدم میره فروشگاه میخره $6. این که خشکش هم پاره است. $11 شیشی به پلنگی. اینا بعضیش خشکش سایده شده ولی کم بازم گوشن اینجا فروش $11. و ببری خودت رو فروش کنی $11 هم بدی. اینم که زیپش پریده، نگاه کن. تنوع محصولات بالاست، یعنی هرچی بگردی پلنگی هست. لباس خواب، تیشرت ها رو قاطی لباس خوابا کردن. الان فصل لباس زمستونی نیست ولی بازم اینجا هست. این برند، این لباس فروشگاهشه. چه خبره؟ ماشاءالله قیمت. یه ذره سعی کنن میتونن هم قیمت خود مغازه بذارن. نگاه کن قیمت رو داری $11 $12 لباس های دست دوم. این مثلا برنده استفاده هم شده، قیمت $25. همینطور این یکی این لباس کاره، بغل خیابون میپوشن. کیفا رو نگاه، اینا چرم خالصه. کیف تمام چرم، قیمت $14. این چرمه قیمت چند؟ $7. چرم نیست، اگه چرم بود خیلی قیمتش بالاتر میذاشت، خودشون میدونن. کلاه فروش، کمربند و کلاه هم این قسمت، کمربند پلنگی. بعضیش هم خب نوعه انگار ولی که حالا استفاده شده $5. بریم این قسمت هم ببینیم. تیشرت نو، کجا نو؟ اصلا اینجا چی نو نداره، همش استفاده شده است، دست دوم. بعضیش حتی نشستن بو عرق میده. از خودت بشوری. کت شلوار، 3 تا کت شلوار، قیمت کتشو $23 زده، شلوارشو $20. اینم که $23. چرا جدا میفروشن؟ یکی بفروشن. قیمت 2 تا کت شلواره دیگه. زیر بغلش پاره است، یه روفوری ریز میخواد، یه شستشو. شورت دست دوم، شورتشون هم میدن مردم. یه ذره میخوره نو باشه ولی کن باش، بعدش زرده.
اینا دیگه دست دوم شورتاش دیگه. اینام که ماماندوزه. یه خیال دادا شورت دیگه نهزه بره دیگه، نده به اینا. کفش کفش زیزی گلویی قیمت $11 بو میده. جورابش عوض نکرد، 2 سال پوشیدتش. کتونی زرنگی همین اپات در میارن این تهران بپوشی بعضی مناطقش. فکر میکنن که چه خبره. اینجاشو نگاه کن، پاره است. اینم بد نیست. دستامونم بشوریم. لیچی شد دستامون. کفشاش روی گرونترین کفش $30 بود. کفش دست دوم نو میخری $80-90. این $8 داغونه. جیگر زلیخاست. هر چی بری بازم هست. حالا تا یه قسمتش بهتون نشون میدم. این قسمت زنونه است. شما باشید این جنس ها رو میخرید یا نه؟ به نظرتون رد میشید ازش؟ بچه کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید، با لایک و کامنتتون ما رو همراهی کنید و ما رو خوشحال کنید. حتما سابسکرایب ما فراموش نشه. اینم قسمت لباس های زنونه شونه که این شروالیه قیمتش قیمتش همه رو زوم میکنم که ببینید. این مثلا خشتکش سالمه، این زیپش خرابه. $18 برندشم. یه ذره جنساشون برند باشه و مارک باشه قیمتش رو میبرم بالاتر دیگه خودشون. با تمام این تفاصیل یه دفعه قیمتش رو 2-3 برابر میکنم. این مثلا زیپش اینم پاره است، قیمتش $12. کجا زیپش عوض کنیم وقتی میخریم؟ بی بابا. دمپایی قیمتش هم که روش خورده. دمپایی ابری هم یارو گذاشته برای فروش. انواع جنسای تاناکورایی موجود است. این هم که قیمتش خورده و چه خبره. اسلیم فیته این. این هم که لباس هواییه. به به قیمتش هم بله $10. چه خبره. اینم که قیمتش خورده
برندم هست. بعضی هم میخوان کموداشون رو خالی کنن که میارن این جنس ها رو اینجا میذارن و میرن تحویل میدن. رو دم در بهتون نشون میدم. قشنگ یه لاینیه مثلا 10 یاد گرفته 10-12 لباس پلنگی قشنگه. قیمتش هم که ماشاءالله 10-11 تا ماشین یه میان صف میکشن که جنساشون رو تحویل بدن و اینا رو برن تو. این جنس های جدیدی که تحویل گرفتن. روسک باشونو کلاه این تیشرت $5 چه بویی میده. اون 3 تاشه. این هم همه قیمته $7. بعضی از لباس ها که دیدم مثلا یه سری شرکت ها لباساشون رو برداشتن اینجا اهدا کردن. لباس های شرکت این چیه؟ قیمتش هم که ماشاءالله ژاکت بی دگمه بالا زده رومن به قسمت زناست. قسمت من که میام میچرخم تو اینجا چپ چپ نگاه میکنم. اینجا مثلا راش رو گرفتم. این هم که بعضی دیگه با اتاق پروف نمیرن، همینجا لباسا رو تنشون میکنن تست میکنن اندازه شون هست یا نه، میذارن تو چرخش خریدشون. اینو نگاه تو رو خدا. این لباس برای کی استفاده میشه؟ اون جلان صندوقشه، مردم میان حساب میکنن و این قسمت قیمتش چنده؟ این بله دست خالی از این فروشگاه بریم بیرون. تاناکورای آمریکایی دیدید که چه شکلیه، چجوری لوازم دست دومشون رو مردم میخرن از اینجا. این هم صندوق دارن خریداشون میکنن که وارد شن. این صندوق همه چرخاشون هم که ملت پره. حتی این چرخایی که اینجا هستم اهدا شده از فروشگاه دیگه مثل تارگت یا فروشگاه های دیگه. خارج میشیم و اون قسمت روبرو که میبینید ماشینا همینجوری که صف کشیدن میرن و جلو در آخر انتها جنساشون هم ماشین تحویل یه متصدی داره که تحویل میگیره جنسا رو. اگه بخوای رسید بهت میده، اگه نه هم همینجوری بهشون تحویل میدی، تو سبدشون میندازی و میری. این ماشینا هم وایسادن تو صف که جنسایی که آوردن و تحویل بدن. اصولا جنسایی که دیدید همینجوری جنسای کوچیکه مثل پوشاک یا ظروف تو هم یا میندازن تو همین ظرفا که سبزه و میرن. این قسمت هم تحویل میگیرن و میبرن داخل.
یا اینکه ساعت کارشون نباشه میاد میذاری تو این سبدا، یه ظرفایی هستش میندازی داخل همینا. توش هم پر آدمه دیگه. این ماشینایی که اینجا پارک کرده همه. در انتهای ویدیو هم ازتون میخوایم که ما رو سابسکرایب داشته باشید، با لایک و کامنتتون ما رو همراهی کنید و ویدیوهای دیگه‌مون هم با سابسکرایب کردنتون میتونید ببینید. حتما نظرتون رو درباره ویدیوهای دیگه‌مون هم بدید. روز شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.